سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه شنبه 23 ایون همراه شما. بنابر گزارش‌ها گلموراد حلیموف полковники تاجیک که به صف گروه دولت اسلامی پیوست در سوریه کشته و یا زخمی شده است. وبسایت‌های خبری عربی روز 23 ایون نوشتند گلموراد حلیموف روز 19 ایون در حمله موشکی نیروهای سوریه در شهر محسن کشته شده است. اما بعد از این گزارش‌ها در اینترنت عکس گلموراد حلیموف را نشر کردند که با سر و پای داکپچ در بستر می‌خوابید. معلوم کردن درستی این خبر از منابع دیگر ناممکن است و مقامات تاجیکستان هم گزارش‌ها درباره مرگ گلموراد حلیموف را تحقیق می‌کنند. полковники 40 ساله و فرمانده نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان بعد از ناپدید شدنش آخر ماه می در یک نوار ویدیویی تبلیغاتی گفت به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. پلیس ارمنستان صدها نفر از تظاهرگر را که از بالا بردن قیمت نیروی برق اعتراض داشتند به زور و با ماشین‌های آبپاشی پراکنده کرد. این تظاهرگران از شب 22 ایون در یک کوچه در نزدیکی کاخ رئیس جمهوری ارمنستان در شهر یریون نشسته بودند و پلیس ضد شورش ارمنستان صبح 23 ایون علیه تظاهرگران چنین اقدام کرد. در نتیجه برخورد ماموران پلیس و تظاهرگران به گفته پلیس کمش 20 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. تظاهرگران میگویند 16% بالا بردن قیمت نیروی برق عادلانه نیست. دانشگاه دولتی شهر خوجند 4 ختم کرده این دانشگاه را برای کار نکردن در مؤسسه‌های دولتی به دادگاه کشیده است و از آنها خواسته است 32,000 سامانی خرج دولت را برگردانند. با گفته مقامات دانشگاه این 4 دانشجوی سابق که فاکولت‌های مختلف را ختم کردند راه خط دانشگاه را به نوبت نگرفتند و برای کار به مؤسسه‌های دولتی نرفتند. بر طبق قانون در تاجیکستان جوانانی که رایگان و از حساب دولت در دانشگاه تحصیل می‌کنند باید حداقل 3 سال در یک مؤسسه دولتی کار کنند و خرج تحصیل را برگردانند. در عکس حال باید خرج تحصیل را این دانشجویان به دولت برگردانند. در ناحیه فرخار در نتیجه آتش زدن افزارهای خشک 1 هکتار توت و زردآلو و دیگر درختان میوه هم آسیب دیده است. نمایندگان خدمات آتش نشانی ناحیه بر رادیو آزادی گفتند رئیسان جماعت‌ها برای به کشت دوباره آماده کردن بعضی از زمین‌ها علف‌های خشک را آتش زدند، ولی از بی احتیاطی دامنه‌های آتش تا به باغ‌های سبز رسیده سبب نیمه سوختن و یا خشکیدن درختان سرسبز شده است. خدمات آتش نشانی فرخار برای این کار رئیسان 2 جماعت ناحیه فرخار را 800 سامانی جریمه کردند. فرخار یکی از ناحیه‌های نزد مرزی و زراعت‌پروری بزرگ منطقه کلوب در ختلان است. و در ولایت ختلان با رسیدن فصل رمضان فروش نشالو یک شیرینی خاص این ماه دیگر باره اوج گرفت. نشالو را شما هر سال در بازارها در فصل رمضان پیدا میکنید و امسال قیمت یک کاسه آن از 5 تا به 10 سامانی رسیده است. فروشندگان این نوع شیرینی در ختلان میگویند در بعضی روزها تقریبا 100 کیلو نشالو میفروشند و با قطع شدن ماه رمضان هم این کارشان قطع می شود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.